أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و از نافع روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 5393 می باشد و در کتاب مسلم 2060 می باشد. نافع می گویند عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وقتی که طعام می خوردند می گفتند یگان مسکین، یگان فقیر را به نزد من حاضر بکن تا همراهی چنان فقیر و یتیم و بینوا خوراک بخورم. سپس نافع می گویند مرد را به نزد عبدالله ابن عمر حاضر کردم. عبدالله ابن عمر بسیار عالم بودند، حدیث را حفظ می کردند و پایبند سنت بودند. نافع می گویند که به نزد عبدالله ابن عمر یک شخصی را حاضر کردم که تا همراهی عبدالله ابن عمر طعام بخورد. سپس این شخص طعام را بسیار خورد، فاکل کثیرا، فقال یا نافع لا تدخل هذا علی. سپس گفتم که عبدالله ابن عمر به نافع گفتند که ای نافع، تو این مرد را به نزد من دیگر حاضر نکن، زیرا او بسیار میخورد، بسیار خورد. سپس حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را عبدالله ابن عمر روایت کردند. گفتند المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. گفتند که مؤمن وقتی که طعام میخورد در یک روده، در یک آش خزان طعام میخورد، اما کافر در 7 روده طعام میخورد. در این حدیث بر ما یک چیزی رو خبر میدهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر به معنای نهی می باشد، منع کردن می باشد که وقتی که مؤمن طعام میخورد به آدابهای شرعی رعایت می کند. همچنان میخورد که او خودش را سیر نمی گردد. باید انسان سولی آن آشخزانش را برای یک حصهش را برای طعام جدا بکند و یک حصه دیگرش را، یک حصهش را دیگر به شراب نوشیدن، طعام نوشاکی میگویند به نوشیدن، و دیگرش را برای نفسش باقی ماند، نه اینکه همهش را پر بکند. کافر که این طعام خوردن نیست یک عبادت است، او به او رعایت میکند، با خواهش شهوتش هرچی خواهد با دست چپ و راست و نشسته و راست ایستاده و حرام و حلال اهمیت نمیدهد. مؤمن که چنان نشستشم مثل بنده طعام میخورد، با آداب و شرعی رعایت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردند. بنابراین ما نیز با آدابهای شرعی رعایت بکنیم. یکم با دست راست بخوریم و از نزد خود بخوریم و هنگام خوردن و صدایی که مثل سگ وقتی که آب می نوشد صدا می برارد همچنان ننوشیم و نخوریم، بلکه از نزد خود بخوریم و طعام لقمه رو بزرگ نگیریم، بلکه موافق دهانمان بگیریم و هنگامی که کسی که طعام میخورد به لقمه او نگاه نکنیم تا دوستی ما کفایه نکند، ما زودتر کفایه نکنیم که او از شرم نمیخورد. همچنان طعام با خوردن نگاه بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که طعام میخوردن میگو این یک سنت است که به یک شخص
همراه طعام خودشان طعام نمیخوردن، هنگامی که می نشستن همچون بنده طعام میخوردن. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.